آب همچون سرچشمه حیات سزاوار احتیاط و احترام و ارزاری شایسته است. آن را باید عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بریم، قدر نماییم و برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. آب سرچشمه حیات است و به آن زندگی وجود ندارد. آب حیات انسان و تمام موجودات زنده طبیعت است. آب نه تنها ذخیره برای نوشیدن است، آن برای تولید نیروی برق، استحصال غذا، رشد صنعت، استواری محیط زیست و دیگر جنبه‌های حیات نقشی کلیدی دارد. تاجیکستان یکی از اولین ها شده جهت فعالسازی فوند بین المللی مقصدناک باید به حفظ پیریخ‌ها سهم مالیوی خود را گذاشت. ما از کشورهای شریک و سازمان‌های بین المللی دعوت به عمل می آوریم که در تحکیم امکانیت‌های مالیوی فوند مذکور سهم‌گذار باشند. تشبث ما آید به اعلام کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها دستگیری همه جانبه یافت و طبق قطعنامه دخلدار مجمع عمومی از سال آینده سر کرده 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخ‌ها جشن گرفته می شود.